بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید به مجموعه ویدیوهای آموزشی کسب درآمد. امروز هم با یک ویدیوی آموزشی کسب درآمد دیگه خدمت شما دوستان و عزیزانی که کانال صرافی کرده رو تو آپارات دنبال میکنن. ما تقریبا همیشه ویدیوهایی که در رابطه با کسب درآمد باشه رو همیشه تو کانالمون میذاریم، آپلود میکنیم، آموزش میدیم و به صورت لحظه‌ای شما میتونید اونجا حضور پیدا کنید و ببینید و استفاده کنید و رفرال جمع کنید و کسب درآمد کنید. حالا امروز با یک ویدیوی متفاوت با شما همراه هستیم. امروز میخوام اپلیکیشن یا سایت میلی رو براتون توضیح بدم. شاید اسم میلی خیلی به گوشتون خورده باشه. برنامه‌ای هستش که شما میتونید به صورت 24 ساعته طلا بخرید و پس انداز کنید و بدون مراجعه حضوری، یعنی شما طلا بخرید و یا حتی اگه بخواید هم میتونید برید به صورت فیزیکی طلاتون رو تحویل بگیرید. این برنامه خیلی قانونی و زیر نظر بانک کارگوشای یکی از زیر مجموعه‌های بانک ملی هستش و طلاها به صورت فیزیکی در اون بانک نگهداری میشه و پشتوانیش طلا هستش و شما هر لحظه که اراده کنید میتونید برید به صورت فیزیکی از نمایندگی میلی تو شعبه اصلیش دریافت کنید. و حالا ما امروز قصد داریم که این برنامه و روش کسب درآمد و روش ثبت نام تو این برنامه رو به شما آموزش بدیم که انشالله مفید واقع بشه تا شما رو به درآمد برسونه. خب دوستان، شما میتونید با لینکی که زیر ویدیو یعنی تو کپشن آپارات قرار خواهم داد با زدن روی اون لینک مستقیما وارد وبسایت میلی بشید و ثبت نام رو شروع کنید با کد دعوت بنده. با زدن کد دعوت و ثبت نام تو این برنامه شما میتونید 5 صوت برای هر نفر دریافت کنید و 5 صوت به دریافت کننده، به ثبت نام کننده و 5 صوت به یعنی اونی که کد دعوتش رو زدی تحویل میده. حالا من اینجا ثبت نامو شروع میکنم. شما با زدن کد دعوت بنده حقیر میتونید به شروع کنید درآمدتون رو و رفرال جمع کنید. خب من ادامه بدیم. شماره رو مینویسیم که به اسم خودمون باشه و به اون کد ملی که اینجا قراره بدیم باید تطابق داشته باشه. من شماره تلفن رو مینویسم. خب در این قسمت من شماره تلفن رو وارد کردم و تایید رو میزنم تا کدی که قراره برام ارسال بشه رو اینجا وارد کنم. خب در این قسمت من کد رو وارد کردم و بعد از ثبت نام اولیه وارد این مرحله شدیم. در این مرحله باید برای خودمون یه رمزی رو انتخاب کنیم، رمز عبور و تکرار رمز عبور. من اینجا برای خودم یه رمز عبوری میذارم که وقتی وارد برنامه شدم با اون رمز عبور هر آن وارد بشم و این رمزم بزنیم و بریم به مرحله بعد. بعد از اینکه رمز عبورمون رو تعیین کردیم، تعیین رمز عبور رو میزنیم و به مرحله بعد میریم. تو این قسمت نام خانوادگی، تاریخ تولد و کد ملیمون رو ازمون خواسته که باید مطابق با یعنی همه برای یکی باشه، شماره تلفن، کد ملی، تاریخ تولد تا تایید کنه. من اینا رو وارد میکنم تا بریم به مرحله بعد. خب بعد از اینکه ثبت اطلاعات رو زدیم و تموم میشه و وارد برنامه میشیم و اینجا میبینید که توضیحاتی رو برامون ارائه میده که لازم نیست اونا رو بخونیم و اینجا میبینید که 5 میلی گرم طلا بهمون تعلق گرفت و به این ترتیب 25 تومن 25,000 ریال وارد میلیمون شد یا معادل 25,000 ریال میتونیم بفروشیم و دریافت کنیم و برداشت این پولم در لحظه وارد حساب میشه و به این ترتیب شما میتونید با رفرال گیری برای هر کدوم از دوستاتون درآمد کسب کنید و رابط کاربری هم خوبی داره، کارمزدش هم خیلی پایینه و شما هر چقدر میتونید در این برنامه میتونید پس انداز کنید و به سود برسید. امیدوارم که این آموزش به مفید و کاربردی باشه و تا یک آموزش کسب درآمد دیگه شما رو به خدای بزرگ و من میسپرم. لینک دعوتم که زیر کپشن میذارم و تو ویدیو هم قرار خواهم داد. با تشکر، خدا نگهدار.